کندن هیکل لنین در میدان مرکزی دوشنبه در تیر ماه سال 1991. این حادثه اعتراض طرفداران حزب کمونیست را به بار آورد. نشی این اعتراض ضد شهردار وقت دوشنبه مقصود اکراموف نیز روانه بود. 23 سپتامبر جلسه فوق‌العاده پارلمان دعوت شد که در آن قدرالدین اصلانوف رئیس شورای عالی و مقصود اکراموف شهردار دوشنبه نیز زیر فشار قرار گرفتند. اصلانوف استعفا داد. تلاش شد که اکراموف در تالار پارلمان به حبس گرفته شود. سسیای اضطراری سسیای فوق‌العاده دعوت شد و قدرالدین اصلانوف را برکنار کردند و پروکورور جمهوری عبیداللهیف از депутат‌ها درخواست کرد که اجازه دهند برای ویران کردن، برای واندالیسم، برای میراث فرهنگی در سیمای هیکل لنین را افکندن از بالای اکراموف پرونده جنایتی میکشند و اصلا میخواست که از همون تالار جلسه بازداشت کرده بوده حبس کنند، اما депутат‌ها راضی نشدند. مقصود اکراموف را شهردار زمانی بازسازی نام میبرند که در عمر کوتاه خود برای رشد و آبادی دوشنبه زحمتی زیاد کشیده است. او اگر زنده می بود 2 می امسال 75 ساله می شد. دو نکته را به این نوبت گیریم. اول او رئیس شهر بود، یعنی پایتخت تاجیکستان، و در این رابطه بیشتر با کارهای خواجگی و اقتصادی مشغول بود و موفق نیست شد و نفری بود که بسیار خالپشکنی کرد، با کارهای بنیادکاری مشغول شد، زبان تاجیکی روان داشت با برابری دانستن زبان ازبکی و روسی و میان زیایی ها و روشنفکرها صاحب احترام گردید. توانست که زمینه های فعالیت اقتصادی شهرداری را تحکیم بخشد و منبع سرمایه خارجی را به وجود آورد و تبادل شهروندان نیز شد و ساکنان شهر دوشنبه قشر معینی آن توانستند که دیدار و ملاقات علکی در عرفه پاشگوری اتحاد شوروی را داشته باشند. برخی هم تلاش‌های او را در برقرار کردن رابطه‌های بین‌المللی توصیف می‌کنند. برادر شهری دوشنبه با انقره و کلاگنفورت و بولد روسن و از جمله بنیاد چایخانه تاجیکی در امریکا از تلاش‌های او بوده است. هنرمندان شهر اصفهان رفته ساخته اونجا دادن و از روی شنیدم اونجا نه تنها گفته های بزرگان تاجیکستان، کلاسیکان تاجیک، بلکه گفته های عالمان امروزه ما از جمله محمد صفی‌الدین آسیمی و نامی مسعود موسیقلویچ همچون تحفه این چایخانه به شهر بولدر ثبت شدگی تا حاضر هست و نه تنها و چایخانه جای جمع آمد تاجیکان مقیم شتات کلرادو شهر بولدر، بلکه همه خارجانی که به این شتات میبیان به حیث مهمان حتما و چایخانه را زیارت میکنن و بسیار یک با هوسمندی با هنر دستان هنری تاجیکان بهای بلند می‌دهند. مقصود اکراموف سابق شهردار دوشنبه از سال 1278 تا زمانی رفتنش از تاجیکستان در همین بنا و در آن همین 2 منزل زندگانی کرده است. ولی صاحبان این خانه میگویند که این خانه ها را خریداری کردند. در حال حاضر هیچ یکی از پیوندانش در اینجا زندگی نمی‌کنند. شاهدان میگویند این بنا آن زمان مکان زندگی اکثر مقامداران وقت بود. حالا در منزل اکنون سابق شهردار افراد دیگر به سر میبرند. میدونستید که خانه کی است؟ بله، فخر میکردم که من خانه رئیس شهر خریدم نمودم، در همونجا استقامت دارم. وقتی خریدید یگان کتاب یگان چیز بود در این خانه یا خالی بود تماما؟ نه، افسوس که خانه خالی بود که من خانه خریداری کردم. از کی خریدید خانه؟ از فرزندشون، از دخترشون گرفتم، خانه را خرید نمودم. در برابر فرهنگیان و ادیبان کمک او به قشرهای دیگر جامعه نیز رسیده است. مقصود اکراموف فوتبال را خیلی دوست می داشت، مخلص فوتبال بود و از همه بیش به دسته پامیر مخلصی می کرد. یک مسئله خیلی مهم را حل می نمود، یعنی با فوتبال بازان، با مربیان، با اعضای دسته خانه می داد و خانه آن وقت رایگان بود، بی پول بود و در جایهای زیبای شهر دوشنبه و اصلا در مرکز پایتخت کشور. و محمود اکراموف اینچنین با
اعضای دسته وام خورد مشکل آنها را آسان میکرد. برخی هم از او به حیث یک فرد فرهنگی نام میبرند و میگویند اکراموف نطاق بهترین هم بود. از گفتن ابراز عقیده طریق مطبوعات دوری و واسطه دیگری اخبار عامه و اینچنین در اجلاسیه ها خودداری نمیکرد و میگفت واضح و روشن، این باعث نگرانی دایره های معینی الیت وقت شد و از این خاطر اینجا مشکلی معماها پیدا شد و با استفاده از واسطه های تاثیر رسانه طریق پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان نیز کوشش کردند که پرونده آغاز کنند. چند مرتبه به اجلاسیه نیز مراجعت کردند، ولی چون با دیگر عامل‌های خارجی طوری که اشاره کردیم ارتباط داشت، آنها نیز به روند دخالت کردند و بعضی شخصیت‌های علاهده با نفوذ وقت نیز کوشش کردند که پیش راهی به حبس گرفتن او گردند. اما منتقدان و تاریخ‌دان‌های تاجیک بر این باورند که حادثه‌های فوریه سال 1990 سرنوشت مقصود اکراموف را تغییر داد و فعالیت‌های سیاسی او را بیشتر به نمایش گذاشت. نورعلی دولت، روزنامه‌نگار و تاریخ‌دان تاجیک میگوید اشتباه اصلی مقصود اکراموف این بود که او در کماده قهار محکموف قرار گرفته از گروه دیگر قصاص‌گیری نمود که این سرنوشت او را در آخر منفی حل کرد. آهسته در مطبوعاتی که پیدا شده بود با انتقادی مقصود اکراموف هم شروع کردن و یکی از نخستین مقاله‌ای که با مقابل مقصود اکراموف نگرانده شده بود در گازیته سخن، گازیته اتفاق ژورنالیستان در سال 1991 با یک مقاله نوشتن با نام سخاوت شعبده‌باز و مقصود اکراموف را متهم کردن به آن که با بعضی و بینابت خانه داده است. اما از بس که حالا در سر قدرت محکموف و گروه محکموف بود، محکموف تا اندازه اکراموف امین بود از یعنی که فشارها ماه نوامبر سال 1990 در تاجیکستان باید انتخابات پرزیدنتی صورت میگیرد در پارلمانت و نامزدهای اساسی رحمان نبیف و قهار محکموف بودند و مقصود اکراموف در سیسیا برآمد کرده شدیداً رحمان نبیف را انتقاد کرد. گفت که پلان گنرالی که در سال 1983 نبیف در مسکو در مسکو تصدیق کرده بود، این پلان آوانتوریستی است و این پلان ناکامل است، نادرست است. یعنی که از یک جانب مقصود اکراموف کادر محکم حساب میشد، از جانب دیگر در مقابل نبیف برآمد کرد و در سال 1991 وقتی که وضعیت تغییر یافت و محکم زیر فشار استعفا رفت، فشارها بالای سر اکراموف هم زیاد شدند و اکراموف در همین مورد از حزب کمونیست فاصله گرفت. مقصود اکراموف تیر ماه سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان شرکت داشت و تا بهار سال 1993 فعالیتش را ادامه داده بعداً از تاجیکستان به روسیه فرار کرد. وی با مدد شهردار پتربورگ و دوستش آناتولی سابچاک شرکت تجارتی تأسیس داد و بین ایران و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی سفر میکرد. هنگام یکی از سفرهایش به زادگاه شهر پنجکند در شاهراهی بین سمرقند و تاشکند در صدمه نقلیاتی درگذشت، ولی نامش ماند. زنده و جاوید ماند هر کی نام زیست کس عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. دینکشان بخیر، رویشان شاد باشد، منزل آخرتشان آباد.